با سلام، وقتتون بخیر. راجع به ریموت کنترلایی که هممون داریم استفاده میکنیم برای درب پارکینگ یا کرکره مغازمون می‌خواستم یه توضیح بدم و راجع به امنیتش بهتون بگم. ریموت کنترلایی که الان تو بازار زیاد شده و دست هممون هم هستش، تو دو حالت تکثیر میشه: کد لرن و بلوتوسی. ریموت های کد لرن رو حتما باید کنار دستگاهی که میخوایم بهش کد بدیم، چه مال مغازه باشه، کرکره باشه یا جک پارکینگ باشه، حتما باید بیاریم کنارش و دکمه لرنش رو حالا به مدت 1 ثانیه نگه داریم. البته روش‌های کددهیشون متفاوته ولی عموما اینطوریه. و دکمه ریموت رو فشار بدیم و کد بگیره. الان این ریموت تکثیر شد و کد گرفت. ولی اگر بخوایم از ریموت‌های بلوتوثی استفاده بکنیم، خیلی راحت یه ریموت بلوتوثی رو تهیه می‌کنیم و کنارش قرار میدیم، دکمه‌ها رو همزمان نگه می‌داریم، با چند تا چشمک زدن تکثیر شد و الان داره کار می‌کنه. از لحاظ امنیتی این ریموت‌ها هیچ امنیتی ندارن. یعنی اگر شما این ریموت رو جا بذاری یا یه نفر که ازش بخواد سوء استفاده بکنه، خیلی راحت بدونه که شما متوجه بشی میتونه از روش تکثیر بکنه و دسترسی داشته باشه به ریموت شما. توصیه‌ام اینه که اگر میخواین برای جایی که خیلی براتون مهمه و امکان اینو داره که مثلا این ریموت دست کسی بیفته بخواد از روش تکثیر بکنه، از ریموت‌های هاپینگ استفاده بکنید، چون ریموت‌های هاپینگ قابلیت کپی برداری با ریموت بلوتوثی رو ندارن و حتما باید بیارن پای دستگاه کد بدن. حالا راجع به ریموت‌های هاپینگ هم تو ویدیو و پست بعدی بهتون توضیح میدم.